با عرض سلام. مرد به مانند خاک است و زن به مانند قطره ای از آب اقیانوس‌های بیکران. زنی موفق هست که پشت مردش باشه، زنی موفق است که به مردش ایمان داشته باشه، زنی موفق است که اعتماد مرد رو به خودش جلب کنه، زنی موفق است که هرگز و هرگز و هرگز خیانت در ذاتش و در درونش و در نیتش رخنه نکنه. و اگر این گونه باشد، به مانند اون مرد، اون خاک به مانند خاک کبیری میمونه که با اقیانوس آبها رو اگر درش خالی کنی دریغ است یک بوته درش رشد کنه. بنابراین بنده روز مرد، تولد مولا متقی علی ابن ابی طالب، بر تمام خانوم‌های فهمیده و خانوم‌های با معرفت و گرانقدر تبریک میگم که با این واژه تونستن زندگی رویایی خودشون رو بسازن. روز مرد بر همگی مبارک باشه.